این کمبودیا را من برای وای کرده ایستادم که اصلاح کنید. ظاهر پرستی کردن در کار نیست. خطاگی ما شما این خطاگی نابخشیدنی است. ملت بیسواد میماند. زمان، دور، طلبات امروزه جامعه جهانی همین را طلب میکند. کدام ملتی که سواد دارد، سطح بلندی کسبیت دارند، پیشرفت علم و تکنولوژیا دارند، رشد کرده میتواند. دیده ایستادتان دنیا را با یک تکنولوژی اطلاعاتی الکترونی چگونه نیزاها را وای میارند. هیچی، با یک تکنولوژی. آدمی که نمیفهمد، جوان یا نورس مردمی که نمیفهمد، از قفای همان رفته ایستاده است. نه برای آن من تاکید کرده ایستادم که باز یک بار دیگر در همین روز برای من انتخاب کردم که تمام کارمندان ساحه علم و معارف مملکت امروز در نزد تلویزیون رهبر دولت را گوش کرده ایستادند. کمبودیا را اصلاح کنید. نگذارید که نسل جوان ما بیسواد ماند. برعکس، آینده در یکی از برآمدات تاکید کرده بودم، آینده پیشرفت و ترقیات دولت ما از آموزگاران امروزه وابسته است. چگونه صفت تعلیم و تربیت را درست برآ میمانند، چگونه بلند میبردارند و از نورسان و جوانان. پدر و مادران، دوستان عزیز، من همین شب روزها، من همین ویروس کووید 19 چگونه مردم دنیا را به تشویش آورده است. برای این چه در کار؟ متخصص، عالم، دانشمند، اختراعکار با دعا ساعت نمی شود. طبیب در کار، دارو در کار، تکنولوژی پیشرفته در کار، اختراعکار در کار. اینا کی تربیت میکند؟ اینا کی تربیت کرده به وای میرساند؟ ببینید بسیار دولت‌های حتی ابرقدرت دنیا در سرشوی کووید 19 در اولی سرشوی خود را ایزولیت کردند و از کشورانشان برآوردن داروها را من داشتند. بعد چیکار میکردیم ما شما؟ خود که استحصال نمیکنیم، متخصص تیار نکردیم، عالم و دانشمند ساحه را تربیت نکردیم، فقط گپ با گپ دنیا را همه را وای میکنیم تگی پا. چیکار بکردیم؟ بعد دور نمیریم. من همین تنها با چنین راه ما میتوانیم نسل نورس و جوان صادق بقایاهای دولتدار ملی را تربیت نماییم و آنها را بر روند برخوردهای اطلاعاتی و روانی زمان معاصر همه جانبه آماده سازیم. نورسان و جوانان با اراده وطن محبوب ما را ضرور است که با شکرانه استقلال و آزادی در پی آبادی و پیشرفت کشور عزیز خود باشند، زیرا در تاجیکستان برای عملی گردیدن تمام مقصد و مرام سازنده آنها همه شرایط و امکانیت های مساعد مهیا کرده شدند. خلق تاجیک، ملت تاجیک تاریخ بسیار رنگین و پر افتخار دارد. ملت صاحب تمدن ما در طول تاریخ دیرینه خود دوره های بسیار سخت و وزین را پس سر کرده تاریخ، زبان، فرهنگ و آیین‌های ملی خیش را حفظ کرده است. از این رو همه ما را ضرور است که گذشته پر افتخار خلق ما را به نسل آینده آموزانیم تا که آنها به قدر استقلال و آزادی یعنی مفهوم‌های مقدس و سرنوشت ساز ملتمان رسند و برای حمایت این نعمت بی‌بها آماده باشند. همه ما مقدسترین
نعمت برای ملت تاجیک، خلق تاجیک، این استقلالیت و آزادی است. دولت را پیشرفته کردن، با کشورهای متمدن جهان برابر کردن، این وظیفه خود شهروندان و خود ملت است، نه شخص دیگر. یگان شخصی از بیرون آمده دولت و ملت ما را یا وطن ما را آباد نمی کند، نمی سازد. این با امیدم شدن در کار نیست. باور دارم که کارمندان ساحه علم و معارف و هر یک ساکن باننگ ناموس کشور به قدر این نعمت‌های بزرگ میرسند و تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی برای باز هم پیشرفته گردیدن تاجیکستان عزیز سهمی ارزشمندی خویش را میگذارم. وابسته به آغاز سال نو تحصیل میخواهم یک مسئله دیگر را بسیار مهم است تاکید نمایم. پدر و مادران، رهبران مؤسسه‌های تعلیمی، همه زینه‌ها، استادان و آموزگاران و کارمندان ساحه تندرستی باید به خوانندگان و دانشجویان قاعده‌های بهداشتی شخصی را دائم خاطر رسان سازند و رعایت حتمی آنها را تحت نظارت قطعی قرار دهند. رهبران وزارت‌های معارف و علم، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، اینچنین مؤسسه‌های تعلیمی، همه زینه‌ها وظیفه دارند که در این سمت تمام شرایط ضروری را مهیا نمایند. ما به کودکان و نوجوانان و جوانان باید فهمانیم که خطر بیماری‌های سرایتی بخصوص کرونا ویروس را سهل نگیرند و با سلامتی و حیات بازی نکنند. من همین روز پیش از نزد شما آمدن یورانوس داده ایستاده است. بسیار کشورهای اروپایی امروز در فکر باز ایزولیت کردن کشورهای خود هستند، یعنی برای پیشگیری کردن از موج تکراری یا موج دومی این بیماری است. حذف کردن در کار نیست. من میگردم شهر دوشنبه، حتی نایه بعضا روزهای استراحتی یا دیگر با طریق غیر رسمی میبینم چقدر مردم ما بعضا سالنگاری میکنیم. برای چی؟ برای چی به حیات خودمان ما رحم نداریم؟ به حیات فرزندانمان، اهل عائله‌مان، خویش تبارمان، ملتمان، همسایه‌مان، برای چی؟ بعضا میبینیم بانوان و جوانان را در باغ‌های دیگر جا باز با فقر و میکنند. برای چی رعایت نمیکنیم؟ پگاه بیستری شوی چی؟ چی دولت کاری دیگر ندارد؟ تمام دنیا را بینید، بیش از 600,000 فوتید است، زیاده از 20 میلیون به همین قسمت گرفتاری شد و این ویروس را هیچ کس تا امروز غیر من روسیه وای کرده است، دیگر یگان داروی تهوتی اختراع نکرده است. حتی کشورهای پیشرفته دنیا نخواد ما همین مسئولیت نداشته باشیم، همین مهمیت همین مسئله، خطرناک بودن همین ویروس را درک نکنیم، نفهمیم و احتیاط نکنیم، حیات خود را زیر خطر گذاریم. اینه فهمانید. مثلا در باز میگویم از رهبران مؤسسه‌های تعلیمی، دانشکده و دانشگاه‌های عالی کسبی، پیش از همه ما برای چی تعطیل دراز کردیم؟ برای دولت ملت سالم در کار. سلامتی انسان از همه چی بالاتر است. و بینید کشورهای عربی حتی خانه خدا را بستند، مسجدها را بستند که ملتشان از همین وبا، از همین ویروس امین نگاه دارند. مسجد کی میرود؟ مسجد آدم سالم، آدم زنده. نخواد ما اونقدر وای نداشته باشیم که همین چیزهای نازکی ها یا که خطرات ویاش رعایت نکنیم، نفهمیم. سلامت باشید.
канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.